چرا خاموشی ملیکه؟ در حقیقت تو عجیب بوده ای. نفهمیدم. یگید رفته اگون بازی چه دیگر یا ملیکه دستم رو سرده. فکر میکنم که تو رو روان کرده باشد. چی کار میکنی نجیب؟ میدان دولت رو خالی دیده با دولت بازی میکنی ها؟ تیز زودتر راه کرد. این میدان خالی نیست آقای فروخ. دامت را گیر خالی است. خالی نیست. در نظر شما خالی می نماید. انسانی که زهرآلود بوده است و زور به خود می آید. من آن طرفش را نمیفهمم برادر خونی. یک چیز را میدانم، انسانهای زیر زمین نظر به انسانهای بالای زمین بسیارتر بودند. یعنی گذر به ماشین سوار شو. فرخ سلاحات را پرتا. تو دیروز از نزدم دور شو گفته دود میزدی. امروز باشد آماده همسرم شو میگویی. با فکر تو باید من چی گویم؟ ببخش مرا ناگهان شد، اما در حقیقت میخوام که تو این را دانی. با فکر تو این آسان است؟ خودت رو یک لحظه در جای من تصور کن. من نمیفهمم تو را ملیکه. گوش کن، تو قول نداری. نمیدونم، با فکرم عقلت بیجا شده است. تو رو فهمیده نمیشود. با دلم هر خیلی گمان میآید. یگید این تکلیف یگان سببی دیگر ندارد. آخر چه خیلی سبب؟ من تو را در حقیقت زودتر به من جواب ده. قرارت را بگو، یگان گپ بگو به من. چی شد؟ میپرونی ها؟ با دقت باش، سردارت را نشان گرفتم. جای گریز نداری. تسلیم شو فرخ. پرتا گفتم میکشمش. این احمق را گوش نکن ممدو. پران او را. سردارم را آزاد کن فرخ. تستر ممدو نترس. پران گفتم. ممدو زودتر. پران ممدو پران. اکنون با سردارت خداحافظی کن. پران میگویم. امروز با من خانه داشته میگویی، فردا باشد برایم نگاه نمیکنی. مرا بازی چه میکنی؟ میدونی که طبعی بسیار نازک دارم. یگید من به تو باور کرده نمیتوانم. یعنی تو جواب مرا رد میکنی و من انیق بگویم. ملیکه با چشمم نگاه کن، التماس. من به تو خیلی احتیاج دارم. التماس مرا هم فهم آخر. بله راست میگویی، تو هم حق داری. با من بر این دیوانه ها سر و کار گرفتن کاری مشکلی است. خیر میلش، به تو فرصت میدهم، بار دیگر فکر کن. میبود پسر. ممدوح حالا آهسته یک سلاحت را به زمین پرتا گفتم. نباشد سردارت را میپرانم. یکم کار کردن نمیتواند. پران آخیر. شوخی نمیکنم ممدوح. خوب شده است. آرام شو. زودتر سلاحت را پرتا. نپر با سلاحات را. آفرین به تو. حالا باشد تلفن و کلید ماشینت را پرتا گفتم.
دستبندها را برار، خودت را در ماشین ببند. زود باش. تو را پاره پاره میکنم، اما تو با من زنده در کاری. پولی میخواستگم را تو میاری، فهمیدی؟ پاره نخیر. خودشان میدانند، تو هم میدانی. یگان چیز نمیدهند، برعکس میگیرند. صاحبشان خداوند است میگویند. 50,000 لیره. کی آوردنش را میگویم. و درا حالا باشد خودت را ببند. یک کاری غیر چشم داشت میکنیم. پیش از کشتنت با تو روزهای پیشینه را به یاد میاریم. چی گفتی؟ از آنه که با تو در یک جا هستم زنده در گور در آمدن را اولاتر میدانم. برای قبول کردنت بسیار خرسندم. سخنان فروخ رو مقایسه کردید؟ مقایسه کردم ثابت اکا. منو در اینجا. من این حجت رو به خودش نشان میدیم. کنی بینیم چی میشود. برای کار باش. تشکر. در این حجت تمام معلومات عاید شخصانی که در محبس با 9 انگشته در یک حجره‌اند وجود دارد. جناب، مثل این باز قریب 20 حجت دیگر موجود است. بسیار خوب. کافت و کاب را ادامه دهید. آخرین اخبارات را عاید 9 انگشته کافته یابید. به فکرم تغییرات نو می‌درآرند. یک زمان تشکیلات برای کارهای فوق‌العاده ساخته بودند. امروز جای افسوس است که این تشکیلات در دست آنها میباشد. ثابت 30 سال شد که خلق از دست آنها عذاب میکشد. یک چند دادستان شیردل اگر پیش آنها را نمیگرفت، انسانهایی که دست و پایشان بسته از عذاب زیاد هلاک میشوند. سالهای دراز آنها را دانستن و یگان کار نکردن بسیار تلخ است. ما هم میدانی آخر. فردا وقتی که ما کارمان را سر کردیم همه اش میفهمند. در یک ثانیه همه اشان میبرایند. حالا باشد من و تو اینها را خوب میدانیم. چندین سال قبل جوانانی به تشکیلات قبول کرده را چی گفتیم؟ گپ در سر وطن، باقی ماندهش تعارف است. عاقبتش جان دادن هم باشد. باید هممون تیار باشیم. شما غم نخورید. در این بین با فروخ چی کردید؟ به پلیس سپردید؟ بله. کیها باز در محبس است. برادر، آیا میدانی کجا می رویم؟ تو با محبس میروی. این نشانی قسم. هنوز هم نقش پلیسی محلی را بازی داری برادری خونی. به سری زمین می رویم. به مکان کودکیمان برمیگردیم. فکر نمیکردم که احتیاج به طبیب روحشناس داری. بله، شاید برای حلش یاری هم کنی. کمی کمبودی دارم. زود باش دادر جان، زود باش. بسیار مانده شدم. من اکنون میروم. ایست دادر جان، با کجا میروی؟ مرا از اینجا خلاص کن. با تو کباب زیافت میدهم. با خدا قسم خور. با خدا قسم. من بسیار میخورم. مایلش یک و نیم دوی و نیم فرقش نیست. مهمش این که مرا از اینجا خلاص کنی. باز کمی غیرت کن. کمتری دیگر. آفرین انا شد. با دقت همه. نجیب سردار دستگیر شده است.
ماشینش رو که دیدید باز دارید. آفرین. نبیره سئیس است. بله اوست. بابایش 1 ماه پیش فوت کرده بود. بیچاره موی سفیدی نازن مرده رفته. خیلی پیری فرتوت شده بود. و من گوش ده. از قفای این مرد محترم هر خیلی سخن قبیح مگو. مرا دیوانه نکن. گوش کن برادری خونی. اصلا تو راه تربیه خر بر این مردنوار گفتن است. حیوان صفت. تو حیوان صفتی. خب برادری خونی آرام باش. این آدم ها کی باشند؟ کشا کشا برا به این حجت درایم آرام میشوی. اول ها همیخه بودی، تیز مشهور شدی. راگرد شین دستایت را به خفا بیار گفتم. اختیاری خاموشیشتن رو هم داری برادری خونی. همه ای چیز رو میگویی. دوامش چی خیل بود؟ خدایا میلش خیر. بهترش من به تو مصلحت میدیم. این کارهایت را پرتو. تو بر این انسان ها در آخر رفته تسلیم میشوند. تو به کجا میگریزی؟ خارجه تو را صاحبی نمی کند. نهایت دستگیر میشوی. دستگیر میشوم یا نه؟ اینش کاری من. تا تیری آخران بس نمی کنم. این آدم های می آمدگی را میشناسی؟ نه. خدایا کی باشند؟ باید خوب دانم که طرف دیگر باز چه نقشه کشیده است. گوکمن این را نظارت کن. بین چی کار میکنند. اطاعت سردارم. خوش آمدید ملکه خانم. پیکاسم اینجاست؟ او حالا واخری مهمی دارد. کمی ایستید برایت خبر میدهم. ببخشید وقتم خیلی تنگ است. ملکه خانم حالا آدم را مجبور نکن. سرده گفتم مرو. سرده. چی واقعه؟ ملکه خانم بازوری در آمد. خب تو برا. اطاعت جناب. ملکه خانم با فکرم نمیداند که به کجا در آمده اید. آیا من در آمدن شما را به اینجا من نکرده بودم؟ مسئله خیلی مهم است. جنابان، باوری دارم وگرنه برای بی اجازه در آمدن جواب میدهی. یگید با من تکلیف ازدواج کرد. میدونم که باید نگویم اما خواستم که از شما پرسم. از من جوابی فوری میخواهد. باید تکلیفش را قبول کنی. من با یگید خانه‌دار شده نمیتوانم. من وظیفه دادتان را اجرا کرده او را برای شما برد کردم. وظیفه را اجرا کردی. اکنون وظیفه نو سر می شود اتینا. یعنی چی خیل؟ تا حال نفهمیدی. قبول میکنی؟ شما با فکرم شوخی میکنید. من چقدر با طاقت میکنم. برای همین مسئله آمدنت یگان حاجت نبود. کاش که در حال در نزدش قبول میکردی. اما این در نقشه نبود. من چقدر در یک خانه با شخصی که دوستش نمیدارم زندگی میکنم. ما این خیلی مصلحت نکرده بودیم. لیکن خانه داشته کاری دیگر است. این هم یک قسم کار است. جنابشان اینجایند؟ در درون است. بسیار خوب. سردار خبر دید. یگید آمد. همینش نمیرسید. اوه
آقای گوکمن در اینجا چیکار میکنی؟ برای یک کار آمدم. اساسش تو چیکار میکنی؟ هیچ، برای یک کاری آمدم. در همین جایم؟ سرکار است. یگان کس را قبول نکن گو. من گپی زیاد ندارم. خبر ده. ایستالا. من یک پرسم. وقت داشته باشد میدرویی. تو در اینجا ایست. خوب شده است. در رفت کار نقشه نباید عوض شود. ملکه این کار را تا به آخر میرسانی. مادامی که یگی تکلیف کرده است خانه دار میشوی. ما میتوانیم برای یگید یگان دختری دیگر یابیم. یک روی را بس کن. دشمنهایمان به میدان برآمدند. اکنون یگید برای ما خیلی مهم است. اگر آنها فهمند که یگید شخصی مخصوص است کارهایمان برباد می رود. یگان راه دیگر نیست. خواهی نخواهی خانه دار می شوی. تو چی می خواهی؟ جنابم داماد شونده اتان آمده است. در بیرون. برای چی بر وقت نگفتی؟ کاری کردن را بین. همه کار را ویران کردی. نجیب حالا در دستم. پول را از امنیت تو میخواهی؟ اگر من زنگ زنم جایم را میفهمند. این کاری کرده بسیار خطرناک است. آقای فاروق اینها ما را نابود میکنند. یاری دیهی نمییابند. بهترش مرا در این کار همراه نکنید آقای فاروق. تو مرا میدانی. من خودم به پلیس زنگ میزنم. اما باقیش رو تو حل میکنی. چرا من؟ میخوایی به پلیس ها واخوری هایی در میمانخانه کردت را گویم. بعد از واخوری دیگر کارهایت را هم میفهمانم. بشود. التماس آقای فاروق عذر میخوام. این خیل نکنید. حتما به شما یاری میرسانم. بسیار خوب. با سرکمی سر میم دختو گپ میزنی. چخیلی که میخواید آقای فاروق من در فرمان شمایم. من دیگر انتظار شده نمیتوانم. صبرم سر آمد. سردار حاضر خبر میدهد. لطفاً کمی انتظار شوید. من خرسه سری پولیسم. اگر بس کنید این نغمه هایتان را. سرکار باشد بدتر میآیم. خدایا توبه. تو در اینجا انتظار شو تا رفتنش از حجره نبرا. مایلش. برای این کاری کردت الهیده گپ میزنیم. تو خوب میدانی که عاقبت اطاعت نکردن چیست. آه نوری دیدم آمده است. خوش آمدی یگید. برایم صفا آوردی. انتظار این نبودم. تو انتظار نبودی اما من 1 ساعت شد که در اینجا انتظاری میکشم. باز نوری دیدت بودم. عذر میخوام. بسیار سرکارم. بیا در بالا صحبت کنیم. با کجا میروی؟ چی باید از تو پرسم؟ میدونی چی؟ میگویند که پیش از توی داماد عروسش رو بیند بدبخت میشوند. در حقیقت خنده آوری. اینجا شین. سرده. آه برادری خونی، برای تو صلات جنازه میخوانم اما همان دعا رو هم نمیدانم. با اون برادر قبرستان تو مونده بودی؟ ها، من در ذکاوت تو حیرانم برادر. کی میتوانست کند؟ کی؟ کاری خیر کردنی بودیم اما نشد. رفیقان موفق نشدند که بهتر تر کنند. یوسف گریز! ایستا نگریز! اینجا بیا! گذر! این طرف گذر! با بیشی اکای نجیبت گذر! یوسف
سرده گفتم. یوسف کوبستی آسیب ندیدی؟ خوبم اخی نجیب. این سرخور اینجا چیکار میکند؟ پروا نکن، غم نخور یوسف. ما به زودی از اینجا میبرویم. خب میبرایی، لیکن در درون خلطه جسد یا این که با یاری تعجیلی آن سویش را نمیدانم. ملیکا گفتن دختری هست، مربی پسری من در باغچه کودکان. شاید او را دانی، دختری کبوتر. دنیا چقدر خرد است. بعد شاید سر و سیمه شدم. امروز پیشش رفتم. یک باره با من خانه‌دار شب گفتم. البته که انتظار نبود، در حیرت ماند. همیشه یک بهانه. زن مردم همین که چقدر دوست داشتنش معلوم نمی شود. فراموش نکن، زن درویه می شود. حتی دوست داریش معلوم نمی شود. زنان گریختن را دوست می دارن، ایستادن را نه. نمیدانم، گویا که اوضاعش با یک احساس نامعین دیگر شد. عجایب معامله کرد با من. نفهمیدم. در گمانت بودین. پگاه انگشتری گرفته. نزدش رو، دیگر جایی نافهمی نماند. زیغ نشو. در کجایند؟ در دفتری بالا. چیکار میکنی؟ تو دیوانه شدی؟ حاضر ما رو میفهمند. عجلت رسیده است. سرده. چیکار کردنم را نمیدانم پیکس. به گمانم من او را دوست داشتم. آیا دختر زیبا است؟ بله، بسیار زیباست. آفرین گید. با تو این میزیبد. علاوه دختری کبوتر بودنش برایمان خوب است. کمی خطرناک، اما این چندان مهم نیست. یگان خدمت باشد. حتما گپ زن. تشکر، سلامت باشی. باوری دارم که آن دختر به تو بر این جوانی نمیگوید. بسیار فکر نکن. اگر آید کارو بار پرسد، به کار در آمدنت را بگو. حتی یک ماه خارجه به تحصیل رفتنت را فهمون. مایلش. بهانه این تحصیلت را هم میکنی. بعد از این ما را وظیفه بسیار هم مشکل انتظار است. حالا با اجازت تو کارهای ما بسیار است. مایلش. قرار دختر را حتما به تو میرسانم. سلامت. در مسئله انگشترین مصلحتی خوب دادی، اما مسئله کیسه چندان خوب نیست. غمش را نخور، حل میکنیم. پیش از رفتنت به نزد محاسب درو. تشکر پیکس. با فکری من تو در حقیقت آن دختر را دوست می‌داری. وقتی از او سخن میکنی چشمانت میدرخشند. راستش را گویم مثل فرشته است. این خیلی دختران کم پیدا میشوند. دلش هم پاک است. من بیشتر فکر فاتح را میکنم. ملیکه به او مادرانه رفتار میکند. بر حال این هم چندان مهم نیست. مرا دوست داشتنش نیست چندان مهم نیست. مهم آن است که برای وطن، برای ملت خدمت کند. بلا با پسی دیگرش. بیا تو را با آغوش گیرم. تو بازدید. سلامت باش. ملیکه، ملیکه، از حد گذراندی. من به او خانه‌دار نمیشوم. تمام. این مسئله را من حل کرده نمیتوانم. امشب یک جایه برایت. دردت را با او فهمان. ماشین رو در کجا گم کردید؟ چی یگان خبری نیست؟ سرکمیسر، همه خبر دارد. کافته ایستاده ایم. موج تلفنی نجیب سردار چی؟ موج را یافته نمیتوانیم سرکمیسر. ای خدا، اوف اوف. چی خیلی یافته نمیتوانید؟ درجه تخلیه دینده رو بلند کنید. نیستید یگان کار کنید آخه. با خانواده از خبر میده سرکمیسر. حالا همه خاموش باشه. تا فردا انتظار میشویم. نباید این حادثه رو رسانه های خبری فهمند. فهما سرکمیسر. فهما. فهمیدیم. برای گروگان پولی این زمان یا زمان دیگر باید زنگ زنند. برای فهمیدن جایشان تیار شوید. گروه تکنیکی من آماده است؟ آماده سرکمیسر. بسیار خوب.
تا آمدن ما انتظار شوید. مایلش ما گروه را میفرستیم. سرکمیسر ممدو آزورد. سرکمیسر ممدو нафари бо шумо суҳбат кардан мехоҳад. пайваст кун. ба хайр аст кабутар. одами ту наменамояд. мебинам ки доимо бо тапонча сару кор дорӣ. напурсед. имрӯз хабар омад. фаррухи худамон сардор наҷибро дастгир кардааст. аз амният гарав пулӣ мехоҳад. ин шулики ботулоқиро дидӣ? ту аз куҷо медонӣ? амният барои ҳалли ин мушкилот ба ман занг зад. маро як рав фикр мекунанд. яъне ту худат ба амният занг назадӣ? не чаро занг занам. рост пеши шумо омадам. дуруст кардӣ. қонунро медонӣ. агар ба шахси ғарқ шуда дасти мадад дароз кунӣ, туро ба худаш мекашад. аз ҳама хубаш мон худ ба худ ғарқ шавад. дар куҷо буданашро ба ту гуфтанд? ҳанӯз нагуфтанд, аммо занг мезананд. برادر کوری ما به دیگر طرف رفته است. تو بابایت را یاد کرده ای؟ هیچ گپ نه، جدا نمیشوی. گوش کن، تو با من کار داری. این جوان را آزاد کن. به فکرم شوخی میکنی نجیب. تو بسیار جوانی خوب مینمایی. حیف میشوی در این سن و سال. آیا اکای نجیبت تو را آگاه نکرد که با من شوخی نکن؟ مادامی که اول مردن میخواهی با جان و دل بمیر. این کارو نکن. جوان را سرده. تو به این هم حکم مرده را داری نجیب. این را باشد حالا نمیدانم. ایست میگویم با تو. گوش کن. گوش کن. این جوان بله بگو میشنوم. این پسری نسلی میباشد. پسر نسلی؟ بله. یعنی پسر تو. مادامی که فرخ خودش تنها ماجرا را دوست می‌دارد، پس بگذاریم که دوام دهد. تو هرگز فکری فرخ را نکن. فهمو، یعنی که به نزد پلیس نمیروم. گمان کنند که رفتند. بخیر است در فکر ماندید؟ فکر دارم که چه خیل مکافات صداقتت را پس گردانم. یک دقیقه. با ما از انتب حلوا آورند. با گوگمن گوید که به اینجا آید. من حلوا رو دوست نمیدارم. کسری قندم دوچان می شود. بچه ها از انتب روان کردند. لایق دهانی توست. آیا در کجا دیده ای که از این گونه نعمت روی گردانم؟ اساساً این بادوغ بسیار عالی جناب می شود. تو نمی نوشی؟ چپه کرده خور. مزهش به دماغت می رود. با پیستگار درباره تو گپ زدیم. درباره من چی گفتید؟ چی گفت؟ آیا یگان سخنی بد گفت؟ نه نخواد. برعکس از تو خیلی راضی است. همین خیل؟ تیار شو. پیستگار امشب تو را قبول می کند. حلوا در حقیقت هم بسیار بامزه بوده است. تو هم خور گوگمن.
برای نجات دادن جوان این گپ ها را میبافی همین طور نه؟ نه یگان گپ را نمیبافم. من هم نمیدانستم. پیش از مردن بابای یعقوب به من گفت. وقتی که من نزلی را ترک کردم او حامله بود. باوریم نمی آید. این خیل باشد پسرم هستی ها؟ میخواستم که مثل فیلم های ترکی صحنه با آغوش گیری شود اما دیر شد. پدرم هم باشی چی فایده؟ حرامی ناکس. اگر به سخنهایش گوش کنی پسری من باید باشد. برای تو مسئولیتی پدری را به جا نآوردم، لیکن اگر خواهی برایت آخرین خوبی را کنم نیمی شب به یونان رفته به اروپا میگذرم. اگر خواهی با من بیا. تو پدری من نیستی. باوریم نمی آید. با تو یگان جا نمی روم. تا این دم به پدر روزم گذشت. پس از این هم به پدر روزم می گذرد. این خیل باشد خودت میدانی. در اینجا همراه اکای نجیبت مرده می روی. حالا جناب آقای فروخ چی کار کردی؟ مسئله را حل کردی؟ بپروا باشد آقای فروخ. همش را حل کردم. پلیس زیاد داده در برابرش نجیب را میگیرند، به من زنگ میزنند، علاج ندارند. بسیار خوب. وقتی که پول را تیار کردند به شما مکان را میگویم. بسیار خوب پیکس. فروخ را فریفته خود کردیم. مطمئن باش در برابر این خدمتی کردن مکافات زیاده میگیری. میدانم سالهای دراز با او همکاری کرده. از قفایش تیغ زدن مشکل است، اما بعضی وقت مجبور میشویم. تو حالا به خانه رو. از من انتظاری خبر باش. خوب شده است. شب بعد نزد پیسگار میرویم. همین طور میرویم. تو خوبتر تیاری بین. با واخوری تیار شو. تا بازدید. نوانگشته در هم محبس است. شخصانی که در حجره‌اش هستند در حیرت ماندند. حالا آنها مثل گوسفندان دیوانه شدند. از سرمان بلا می شود. دکترش که از ریشه‌شان تازه کردن در کار. یگید از دیروز باز راضی شده است که فروخ را بکشد. تو باشی کبوتر را یک طرفه میکنی. اته نباشد هلدون را. این کار هم حل خود را مییابد. بسیار خوب، اما سری ماری کلان در سر قانون می باشد. اگر به سخن کردن سر کنید نوبتی او هم می آید. خبری مرگ آنها را که شنید چشم نوانگشته هم می ترسد. جان او برایش شیرین است. آوازش را نمی برارد. خواطر نشو. کسات را ده. نه من خوردن نمیخوام. شکمم سیر است. تشکر. این مکتوب خیلی جالب است. چیزهای عجیب نوشته شده است. اوچه دادم چرا نامد؟ حاضر می آمدگیست. در میموندن زنگ میزدند. زنگ هم نزدند. در اون مکتوب ها چه است اپیرانو؟ من خودم هم نمیدونم. در کوچه یک شخص به دستم داد. اول اهمیت ندادم. از اینترنت گفت و گپ میکنم گفتم. کودکانی کسی گمان کردم. اما دیدم که از کارهای ارکن کندو معلومات میدهد. خدایا توبه این چی علاقه دارد؟ من هم نفهمیدم. شاید با آقای یحیی مراجعت کنم. البته شاید او داند. عجیب کار شد. به ممدوح زنگ زده نجیب را پرسم. شما خوردن گیرید. مالش. من نبینم. شاید دادم باشد. سلام آقای زکی یحیی. من رانو توپال. تشکر. برای یک کار شما رو تشویش میدهم. تشکر. سلام علیکم. نجیب در کجاست؟ در یک وخوری مهم اشتراک دارد. با من گفت که خواطر نشوند. آیا زنگ نزد؟ نه. پسرانی بیلال، پسرانی توریکی و فلانی. آیا شما اوید این مسئله یگون معلوماتی دارید؟ مایلش. البته مصلحت میکنیم. مرحمت ممدوح.
نباشد پگاه من به نزد شما میآیم. شب خوش آقای یحیی. شب خوش. تمام. خوش آمدی. خوش باش. باری گذشته فروخ از دستت گریخت. باز مکان او رو یافتیم. چی خیل گریخت؟ آخر آنها 15 نفر بودند. خیر میلش. خبری ناخوشی برایت. فروخ از حد گذراند. نجیب سردار در دست اوست. تو چی ها میگویی؟ رزیل، بیشرف، اجلش رسیده است. چرا این رو بر من پیشتر نگفتی؟ چرا؟ ما هم اکنون خبردار شدیم. اگر خواهی با تو میآیم. نه، من این رو با کسی دیگر نمیدیم. در کجاست؟ گپ زن، حاضر گپ زن. او گمان میکند که با پلیس وا میخورد. هدیه را تو میبری. وقتی که او تو را در آنجا میبیند در ازارش تر میکند. این دفعه از دست من خلاص نمی شود. خلاص نمی شود. وقتی که مکانش را معاین کردیم به تو خبر میدیم. 1-2 ساعت پس معلوم می شود. انتظاری خبر باش. دست و چشم و گوش هایم، تمامی وجودم انتظار خبری توست. نباشد کاری فروخ حل شد. تو راست به نزد کبوتر رو. بسیار نترسان او را. بین همو ترسان چک است. خواطر نشوید. حتی با کجا رفتنش را هم نمیفهمد. ملکه باشد به نزد هلدون میرود. گفتنید که شب خونین می شود. پگاه خبرهای عجایب بسیار می شود. акай мемду чӣ хел шудааст? худам пухтам. паҳ калон шудааст ва барои акай мемдуаш ширинӣ мекунад. наметавонистагиҳо шарм خاموش. кунад. با همین کوسه چنون به سرت میزنم که پاره پاره میشوی. ман туро нагуфтам. чаро ба худат мекашӣ? گویا که من نمیدونم تو با کی گفتی. мемду ин чӣ хел вохӯрӣ будааст? даста дардро набинад нурбону. бисёр ҳам хушмазза. иштиҳои таҳом. мемду ман ҳам худам аниқ намедонам. чӣ хеле ки медонед имрӯзҳо машғулиятамон зиёд аст. ҳар вақте ки дадаам дер меомаданд занг мезаданд. худоё. чӣ кор кунем нурбону? вазифаамон ҳамин аст. хайр, ба ман иҷозат диҳед. ташаккури зиёд ба шумо. من هم با تو میروم. шаби хуш. اپا من میمدو رو گسیل کرده میآیم. با ظرفی که اون شخص داده بود اهمیت ندادیم، اما معلومات های عجیبی بوده است. میدونی که مسئله پسر بیلال هم به ایده‌نامه داخل شده است. не бини ту бӯйро хуб ҳис мекунад. ин корро як тараф намонд. البته نمیمونم. پگاه با آقای زکی یحیی بخوری دارم. рано ман мехоҳам бо мемду гап занам. مالش پای هنر. خیر ممدو با تو شبی خوش. шаби хуш. تو بازدید. чӣ шуда пайҳунер? маро гӯш кун. ту киро фиреб медиҳӣ? аз барои худо. чӣ хел фиреба пайҳунер? мо чандин сол зану шавҳарем. ба ману кӯдакон хабар надода ба хона наомадааст. ҳамин хел росташро бигӯ. ё ин ки бо ӯ ягон ҳодисае рух додааст. ана барои ҳамин ҳам ман чӣ хел ба шумо дурӯғ гуфта мекардам. шуморо фирефта намешавад. солҳои дароз дар як болиш сар мегузорем. агар ба дасти ӯ хори халат ҷони ман ба дард медарояд. дар дилам ғаму андӯҳ аст. бигӯй чӣ шудааст? апа, рости гап, вазъияти наҷиб сардор он қадар хуб нест. аммо ғам нахӯред, ӯро наҷот медиҳем. наҷот медиҳед? чӣ шудааст? аз дасти кӣ наҷот медиҳед? аз дасти фарух. боз разолаташро такрор кард. сардорро дастгир кардааст. худованди бузург, як фалокат тамом нашуда дигараш сар мешавад. ба худо дигар тоқатам намонд. беҳуш шуда мегофтам. илтимос апа, худатонро ба даст гиред. ба кӯдакон ягон ҳодиса нашавад шуд. хавотир нашавед. саҳар сардорро гирифта ба хона меорам. ваъда медиҳам. илтимос, ягон хабари нохуш нашавад. илтиҷо мекунам. ваъда медиҳам. ғам нахӯред. ба он номард медонам чӣ кор кунам. аз шумо хоҳиш мекунам то саҳар сабру тоқат кунед. майлаш, саломат бошед. шаби хуш. خدایا خیر از او پشت و پناه نداریم. ما رو بی صاحب نگذار. زاری و تمنا میکنم با او چیزی نشود.
یک سوال پیرانو. خیلی ببینم جونکم. خیلی خوب، خیلی خوب. نفهمیدم مخیر. گوش کن، در اینجا یک چیز بودنش در کار. چی شد چه؟ امشب آلپرینو اینقدر مهربانی میکنید؟ اونرپا، یک ساعت اویدی چی سخن کردید؟ به خدا خواطر شدم. هیچ. من دسترخوان را جمع کنم. حاضر می آیم. هنرپا، چرا خاطرتون پریشون؟ یگون حادثه نقشه روی داده. شدم رانو. چندین سال است در دوغم طاقتم تق شده است. یک شب به خونه نامد گفته چرا اینقدر خواطر می شوید؟ کارشون بر اومدگی است. خودتون رو به دست گیرید اپا. خدای توبه. چی شد؟ تا حول یگون چیز نیفتید؟ همه نوارها رو از نظر گذرانده ایستادیم سرکمیسر. خیلی خوب. کارتون رو دوام دهید. من هم به شوبه می آیم. اطاعت. سالی تولدت کی است؟ هجری رو میپرسی یا اینکه ملودی رو؟ در سنگ مزارت کدامش را که میخواهی همان را بگو. 1987. راست. معلوم که پسرم میشه. حیات عجایب است. همراه اکای نجیبت در اینجا سرگردان بودنمون را یاد دارم. اما کی میگفت که یک روز این حادثه رخ میدهد؟ از رفتارتون معلوم بود فاروق. مثل قصه حابیل و قابیل. از یک کاسه خوراک میخوردیم. یک لقمه را با هم میدیدیم، اما هر کاری که کردیم به تو فایده نکرد. کینه او حسد تو را نابود کرد. مرا همین خیل آفریدند. چی کار کنیم؟ نه، خطا میکنی. تو به جان خودت ظلم کردی. عیب پروردگار نکن. این گپایت تماما بی‌معنی است. کسی سلاح را به سرت مانده مجبور نکرد که این عملهای بد را انجام بدی. تو خودت با خواست خودت کردی. از تو یگان چیز را مخفی کرده نمیشود نجیب. این شب سفر دارم. اگر بندی هم نمیستم. تو حالا با من میایی یا اینکه نمیایی؟ تا قهر جهنم راه داری. راه سفید به تو. مادامی که این خیل است به تو امکان زیستن میدهم. من اینجا را آتش زده به سفر میروم. اگر بختتان خندد پور را نسوخته در دود آتش مرده میروید. خیر چی کار کنیم؟ تکلیف میکنیم نه مجبور. من مسئولیتی پدریم را کردم. پدر بوده است. آیا میدانی که ماهی را برای چی دوست میدارم؟ ماهیان بسیار برحمند. همیشه ماهیان کلان ماهیان خرد را میخورند. یگان ذره رحم و انصاف نمیکنند، چون که در درون آبند. علاوه بر این زود فراموش میکنند. حالا بگو ملکه، آیا با این درد آنها زنده میمانند؟ فراموش کردن کاری آسان است. بعضا ما فراموش کرده نمیتوانیم، خصوصا مسئولیتمان را. اگر پدر فرزندش را فراموش کند پس مسئولیت پدر بودن کجا می شود؟ البته که فرزندان هم با خود مسئولیت دارند. ملکه یکی از رفیقان است که همیشه این مسئولیتی که به او داده شده است با خبر است. یگان شبه ندارم گاه فکری همامان پریشان می شود، خصوصا برای آینده روشن را ایجاد کردن بار وزنین بر دوشمان می افتد. لیکن باوری دارم که ملکه آینده روشن خود را نیست نابود کرده نمی پرتاید. همین خیل نه ملکه؟ شما چه خیلی که خواهید همون طور می شود. اگر برد و باختت را مقایسه کنیم بسیار چیز برد میکنی. بیا دخترم
بفایده ناز بسیار نکن. تلفنت را به من ده. زودتر. زود باش دخترم. مرحمت. من خودم به جای تو به یکت زنگ میزنم. با او گپ زن. تکلیف خانه‌دار شوی را قبول کن. وگرنه بسیار غمگین می شود. سلام یگید. خوب هستی؟ بگوی که امشب بخورده می توانیم. مایلش درم اونجا می شوم. گفته‌تان رو می کنم اولی جناب. مرا ببخشید که ناگهان حسیاتم رو گم کردم. هیچ گم نه. آخر هممون انسان می باشیم. از تو باز یک خواهش دیگر دارم. باید یک شخص را نجات دهم. پیکاس به تو همش را میفهماند. میتوانی بروی. زبان انسانها را بسیار هم خوب میداند. هر یک شخص طرفی ضعیفی دارد پیکاس. برای بعضی ها شفقت و محبت، برای دیگران قهر و غضب. مهم این که با که چی طور رفتار کردن را خوب دانستن در کار. آقای فروخ پلها تیارند. شما مکان را به من گوید. شخصانی وظیفه دار میآورند. تنها میآورند، مطمئن باشید. مکانی از پا را میدانی. به همان جا بیایند. اگر آدمی زیادتی بینم یگان پارچه نجیب را نمییابند، عیناً این گپ ها را برسان. دردی آنها یک کس نجیب را صحت سلامت گرفتند. تکلیف کردت رو خیلی فکر کردم یگید. برای اون که از تو شبهه داشتم مرا ببخش. برای از من شبه کردن حق داری. من هم به تو به حرمتی زیاد کردم. از این پس با تو این خیلی معامله نمی کنم. وعده می دهم. من باز یک بار دیگر می پرسم. با من خانه دار می شوی؟ بله. اما چی خیال میکنیم؟ معاشی که من میگیرم خیلی کم است. از پدرم پول خواسته نمیتوانم. با زمین تو هم بیکاری. کار هست ملیکه. من همین روز کار یافتم در یک شرکت. راست مگر؟ بله، فردا یک ماه به تحصیل می روم. همین که برگشتم زود توی میکنیم. تو را به صبرانه با لباس عروسی دیدن میخواهم عزیزم. از اودش میبرویم خیلی نه؟ البته میبرایم. البته. میترسم که باز حلیمه رو با یودت میارم. اکنون برای من تنها تو هستی. با تو حیات نو آغاز میکنم. زندگی نو. این تلفن تو است؟ نه، از تو نیست.
خدای از من بوده است. از آن من هم زنگ بزند. عذر. ملکه امشب در باغ نزد بینای روزنامه کار هلدون را به انجام رساندن در کار. یگید فرخ در مکانی از پروری است. او را پران. این مراتب حتما کار را تمام کن. فهمیدم. بعد نیم ساعت در آنجا میشوم. 2 تیر کفایه. مایلش این کار رو به انجام میرسانم. حالا من باید فاتح را بگیرم. تو چی کار داری؟ من هم باید روم. یک دوگان هم بیمار شده است. اگر خواهی یک جای میرویم. اول فاتح را میگیریم، بعد او را یک جای خبر میگیریم. نه تو از پسی کاری خودت شو. زحمت میشود برای تو. مایلش خوب شده است. نباشد تا بازدید. تا بازدید. انگشترین خیلی زیبا بوده است. اگر خوش ذوق نمی شدم با تو بر این دختر عاشق می شدم. اگر бо донистани калима ва вожаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. вожаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии вожанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин вожанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии вожаномаро шумо метавонед аз дилхо мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо. дар ин нимишаб дар инҷо чӣ кор дорӣ нафаҳмидам. писагор ба инҷо меояд. ин хел корҳои махфиро дӯст медорад. ин хел корҳои махфиро дӯст намедорам. ва ягон дафтари корӣ надорад. як рӯз ба дафтараш меравем. мусиқии классикиро дӯст медорӣ? бале дӯст медорам. همینجا پایان نشه. سرکمیسر، در ثبت نوارها ماشین سردار را دیدیم. در کجا بوده است؟ آخرین بار در چکمکای به قید گرفته شده. در شیله گم شده است. در راه شیله گفتی؟ اون مکان رو تحت نظارت قرار دادید؟ بله، زیر نظارت است سرکمیسر. البته. چی شد سرکمیسر؟ مکانی اسپون، مکانی که سردار با فرخ یک جا به وای رسیدند. با فکر شما اونجایم؟ مکانی اسپون رفته یک دیدن در کار. زود میرویم. بله سرکمیسر، رفته. برادر خونی، اکنون پایان کار هم آمد. پیش از مرگت یگان خواهش داری؟ بله دارم. سلاحت را مان، تسلیم عدالت شو. عدالت خودی من هستم نجیب سردار. در این دنیا همه مجبور است که عدالت خود را بسازد. اما تو این را نمیفهمی. این دنیا یک روز عدالت خود را پیدا میکند. ظلم در هر دور و زمان به زوال میرسد، این انیق میباشد. اما عدالت دیگر طرف هم هست. اون یگان گناه مهلت ندارد. دستگیر میشوی در آنجا به شبهه. اگر وقتم میشد در این مسئله بحث میکردم، اما حالا رفتنم در کار. کمی جانتان درد مییابد، اما به شأن و شرف الوداع کردن میخواهم. به شما در حیات آن دنیا موفقیت. اگر مرا پرسند گویید که در آینده نزدیک می آید. یوسف، نوکک شناس شده بودیم. حیف می شوی.
حالا باشد پدرود برادر خود. به نزدیکی میبین. акай наҷиб ёрӣ диҳед ёрӣ юсуф тоқат кун нафаси чуқур нагир нафаси чуқур нагир гуфтам ёрӣ диҳед акай наҷиб зудтар тезтар در یک شاخ دو تا گیلاس یک تاش یکی سرخ و دیگر سفید است آواز خواب داره فرخ گپ زن به کجا رسیدیم باز توی درد سر کجا شد این آدم؟ نخود که انسان را اینقدر انتظار شوی. баъзан меояд мегӯяду намеояд дигар вақт бошад ногаҳон меояд мисли як чиз мисли чиз мисли аҷал кай омаданаш маълум нест илтимос накун маро накуш ҳамкоре кунем дар дастам маълумоти зиёда аст афсӯс ғамгинам охирин суханат ба ман раҳм кун бовар дорам ки дар ҳаётат ин суханро якум бор аст ки истифода мекунӣ аммо дер шуд
ملکه تو در اینجا چیکار میکنی؟ گفتم که شما را یک خبر گیرم آقای هلدون. بیا رفته قهوه نوشیم. با فکرم که خبر نداری. امشب سفر داری. پیسگور همین خیلی خواست. نه خبر ندارم. زودتر یوسف شاده شد. زودتر میرویم. میسوزه. زودتر. از کجا میبراییم؟ ایست صبر کن. نفایز. نفایز. میسوزه. زود اینجا بیا. بیا اول تو میروی. تستر. برو از اینجا برو. برو تستر. اکی نجیب. اکی نجیب. اکی نجیب. یاری دیهن. اکی نجیب. یوسف نرم اونجا یوسف نرم اینجا بیا. آخرین بار میپرسم نجیب سردار در کجاست؟ بگو. خودت یاب. گاب زن فرخ. اکنون دیر شد. دیگر تنها خاکسترش را میابی. با چی کردی؟ گاب زن چیکار کردی؟ بین در آنجا میسوزد. های نجیب در کجای باشی بیا اکنون. دلم تنگ شد به خدا. هنرپا؟ چی شد؟ تو حال خوب نکرده اید؟ کن اینجا بیایید. دروید. شنید. خواتیرم رانا. چی شد اپا؟ کنی فهمونید؟ میمدوح از من پنهان میکند لیکن من فهمیدم. به سری نجیب چی بلایی آمده است. بس کنید. خدایا دیوانگی نکن با کجا این آتش است نسوزید. نرم بده آب بیاره. آب بیاره تستر آب بیاره. سردارم اکی نجیب و قفا کرده. سردارم دقت کنید. سردارم چشمتان را گشایید. سردارم چشمتان را گشایید. سردارم ای آب بیارید. سردارم اکی نجیب
آقای نجیب خوب هستید؟ آقای نجیب خوب هستید؟ سردارم خوب هستید؟ بچه‌ها زودتر یاری تاجیلی را جغ زنید. سردارم خوب هستید؟ یوسف خوب است، برو رفیقان بردم. یوسف خوب است. نوربانو الپرین دیر میمونید. اومدم اوچه. زودتر دخترم در مکتب دخترت رو خوب نگاه کن. مایلش اوچه دیشب دادم به خونه ناومدند؟ ناومد دخترم. اوچه یگون حادثه روح نداده باشد؟ نه پسرم، در واخوری بوده است مثل همیشه. خیر مایلش. دادم اومد. شیر بچه من، نوربانوی من، شیر بچه من. ما خواتیر شدیم دادا. میبینی که خوب هستم دخترم، یگان چیز نشد. کنیسو گذارید. بیا به این طرف. کنیشین خوش. واخوری خیلی گذشت آقای نجیب؟ خیلی هم مشکل بود زنک. بحثای سرتلاش گذشت، حتی یک لحظه آتش هم برآمد. اما شکر خدا که قانون من بودن تماکو کشیدن به امداد ما رسید. تو باز همچی کاری رو به انجام رسانیدی، اما خدا عاقبتش رو بخیر کند. تسر به سوی مکتب دیر میمونی. تسر اوچه الپرین؟ یک دقیقه رفیق زنک، عجیب علمه از پیش را میگیرد. کودکان امروز تعطیل می باشند، همه یک جا در خانه کیف و صفا میکنیم. لکن دادا از درس‌های منقفه میمونه. الپرین همین گپایت رو هیچ باور ندارم. تعطیل گفتم، گپ رو درست نکن. آفرین. با من از طریق اینترنت یک مکتوبی عجیب اومد.
یک حجت از دعوای ارکین کاندو می باشد. شخص روانکردگی از تشکیلات تکبه یعنی تشکیلات قهرمانان بینام می باشد. در این مکتوب معلومات های عجیب و مخفی ذکر می شوند. آنها خود را از عائله بیلیلالین می حسابند. تکیه به این رمز را یکم باراست که میشنوم. در این مورد چیزی گفتن نمیتوانم، لیکن عائله بیلیلالین بسیار مهم است. ارکین کاندو چی بودنش معلوم است. ارکین کاندوها خود را از عائله مخصوص شماریده، غیر از ارکین کاندو دیگر عائله ها را عائله های تاریک مینامند. ادعا دارند که در دستشان حجت های مخفی وجود دارد که تقدیر بشریت را معین میکنند. یعنی چه خیل؟ این گفته هایتون مثل ادعای شیطان پرستی است. این گفته کودکانه است. بر یگان مذهب تکیه نمی کند. ارکین کاندو فرق دارد. آنها ادعا دارند که در دنیا همه چیز را صاحبند. با خون انسان های بیگناه اید می کنند. پسترین و بدترین و گمراهترین گروه می باشند. شما چی را در نظر دارید؟ ارکین کاندو به یگان موجودات مقدس باوری ندارد و یگان چیز مقدس را هم قبول نمی کند. ریشه ایمان آنها تا عصرهای میانه تقویت یافته است. آغاز قوه های آنها با سرشوی جنگ های سال 1950 پیوسته است. در این سرزمین روحی بیگانگان زیاد می باشد. همه باید داند که از همه شاهد خوب آن شاهد است که در محبس خوابیده اما با مرگ روبرو می باشد. نوهنگشته اگر در محبس صحت و سلامت زنده باشد، پس همه ما را شرط است که یک بار همه را از نظر گذرانیم. دوباره تکرار کردن شرط نیست به فکرم. از همه شاهد خوب شاهد مرده می باشد. میگویند که در دعوای ارکین کاندو 20 شاهد مخفی وجود دارد. از 4 قسم آنها را معلوم کردیم. دادستان هایی که رفیقان ما را پشتیبانی میکنند. این شاهدان مخفی را یک به یک در سر سود حمایت میکنند. استراتژی اساسی باید این خیل شود. باید کاری کرد که در سود یگان حکم نبرارند. شخصانی که عقل خود را گم کردند آنها کیها مرده رفتند، یا اینکه از سبب خوف جانشان به میدان برآمده نمیتوانند. پس سود چگونه حکم میبرارد؟ برای ترس دادن دادستان ها شاهدان قلبکی روان کردن کار ما را بسیار بهتر و آسانتر میگرداند. بعد از آن برای این شخصان از بیمارستان روحی با کمک دوستان طبیبمان حجت میگیریم که گویا بیماری روحی دارند. این طور ما میتوانیم دادستان ها را به خاک یکسان کنیم. باز یک مسئله مهم دیگر، روزنامه‌نگارانی که نزد ما می آیند اعتبار آنها را هم به خاک یکسان کردن لازم. با شاهدان قلبی که سرشان را گیج میکنیم، به آنها مقاله های بافته روان کردن در کار. فراموش نکنید اگر آب ریخته را برداشته نشود باید آن آب را افلاس کنیم که ماهیان ما را دستگیر نکنند. غمش را نخورید. رفیقان کاری از دستشان می آمدگی را انجام می دهند. باز یک رفیقی که به ما شریک شده است گروه ما را به قوتر می کند. بسیار خوب. یک مشکل داریم که آن را هم چه بود است آن؟ جناب، مقامات امنیت نقشه شاهدان قلبکی ما را به فکرم فهمیدند، چون که نقشه های خود را باز عوض کردند. برای شاهدان یک حجره مخصوص بنیاد کردند. این مسئله از این باخبر می باشم. پروا نکنید، همش حل می شود. جناب، بودن شما برای ما کافی است. خاطرم را جمع کردید. اندیشه کردن در کار نه. به هر حال مثل هر یک مخلوق فانی، نوهنگشته نیز حالا در محبس روزهای آخر خود را می گذراند. جای او را کرخان به عهده می گیرد. این کس را سالهای دراز است که می شناسم. شخص صادق و باوریناک می باشد. همه برای قسم یاد کردن از جای می خیزیم. چه طوری که من فهمیدم ارکین کاندو گفتنی چیز از یک چند گروه راهزنان عبارت نیست. یعنی گروه جدی بین المللی می باشد. تاریخ طولانی دارد. علاوه بر این تاریخ پر از قتل و وحشت. عیناً نمیخیله. ظاهرا ضد قوه‌های امپریالیسم بوده. تشکیلاتی است که برای آزادی ترکیه مجادله میکنند. بندی کردنشان در دست قوه‌های خارجی است که تا حال ما آنها را نیافته‌ایم. گروهی که راهبریشان را آدم‌های ما میکنند در اصل مهره‌های شاهماتند. ما باشیم شخص رقم یکم رو.
در این درون میجوییم حالان که شخص یکمی آن از بیرون فکر و عقیده میدهد. روزنامه‌نگاری خوب هستید خانم شهرنا. یک شخصی غربی میگوید ترکیه دولتی مهمی است که نباید در دست ترکان باشد. تو بهترینی گفته مهربانی میکنند، قهرمانی وطن اعلام میکنند، از دست این خیل شخصان دولت را با آسانی میگیرند. در حقیقت همین خیل است خانم رعنا. با سبب صدای بلندی پیش بودگان قفامانده ها نابود می شود. محترم قراخان، در این راه مردن است، کشتن است، به قتل رساندن است. وقتی که داخل این کار شدی 1000 مرتبه پشیمان میشوی. برای چی خود را آلوده این کار کردن میگویی؟ حالا باشد متن این قسم را عیناً تکرار کن. به نام تشکیلات مقدس ارکن کاندو، به نام پرچم و سلاحمان، از عائله پاک ارکن کاندو بودنم جاویدانه افتخار میکنم. از وظیفه‌ای که به عهده گرفتم با خبر میباشم. وعده میدهم که وظیفه داده‌تان را به جا آورده عائله ارکن کاندو یعنی عائله بیلی علین را برای شاه عالم کردن تا قطره خون آخرینم مجادله میکنم. از این روز اعتباراً من عضو عائله شما بوده دشمنی عائله تاریکان می باشم. حفظ و حمایه ارکن کاندو را با جان و دل قبول کرده در این راه مردن را شرف می حسابم. من برای این تشکیلات جانم را فدا می کنم، قسم می خورم، قسم. خوش آمده. من همین خیل فهمیدم. یعنی 9 انگشته آخرون مرحله ظلم باشد. همین خیل است مگر؟ عملیات 9 انگشته تنها یکی از آنها می باشد. این فکر و عقیده ها رو در حجره ها به نقشه گرفتنشان رو میدونیم. چند حجره دیگر وجود دارد؟ این گروچه های تشکیلات مثل خوشه انگور بوده، یکدیگر را نمیدانند و نمیشناسند. وقتی که یکی از میان رفت در حال جای او را گروهی احتیاطی میگیرد. ما یک قسمی آنها را دستگیر کردیم، کنی ببینیم که تا به کجا میرسند. من میتوانم این سخنهایتان رو نویسم؟ به شرطی که نامم را نگویید. در کار شود به شما برای خوب در کردنتان راه نشان میدیم. بسیار هم خوب میشود آقای دادستان. دعوای باطل ارکن کاندو عجایب بوده است. خیر به من اجازه دهید رفتنم لازم. مرحمت خانم. تشکر زیاد. موافق شدیم؟ بله، اکنون در درون هستیم. پس در زیر دستمون میباشند. از این پس باید با دقت شویم ثابت. اخلاط پرتافتن من است. پس می رویم. چقدر می ایستی؟ تقریبا 1 ماه گفتند. من باز خبوتر می شوم. فرصت یافته حتما به تو زنگ میزنم. فاتح را به تو می سپارم عزیزم. با فکرم فراموش کردی. اکنون پسری من حساب می شود. تشکر که تو هستی. من اکنون پروای هیچ چیز را نمی کنم ملیکه. پروا نکن. من رو از تو دیده خوبتر نگاه می کنم. میدانم. سردارم عملیاتی در آمدن حل شد. نغز، بسیار نغز. از تو شبه نکردند؟ یگان ذره شبه نکردند. مطمئن باشید. 1 دقیقه. این را با کجا بردنت را میدانی؟ میدانم سردارم. نباشد برآمدیم. اکنون همیشه از آنها 1 قدم پیش می باشیم، اما قدم هایمان را باید با دقت گذاریم. کاری اساسی نو آغاز می یابد. جانی من. وقت الوداع هم رسید. الوداع را دوست نمیدارم. من هم مثل تو.
همین که برگشتم دیگر هیچگاه جدا نمیشویم. برای کاری نوت بسیار خرسند شدم. شیر بچه من گوش کن پی ملکت را، غم نده. میلش تا آمدن پدرت مردی خانه تو هستی، فهمو؟ خیر تو بازده. خیر البته زنگ زن. زنگ میزنم. خیر میلش خیر. رفتیم بس. саҳар як мӯйсафед ҷасадро ёфтааст. дарҳол бо полис хабар додааст. фаррух ва ҳалдун аз як намуд силоҳ паронда шудаанд. сардорам, силоҳи беовоз. ба фикрам ки бо ин одамҳои ноангушта тамом намешаванд. онҳо мисли думи келас мебошанд. буриди боз наваш мебарояд. кайҳо боз ҷои онҳоро дигарҳо гирифтаанд. ягон шубҳае надорам. ба малика хабар додӣ? не сардор. ҳодиса аз ҳамин ҷо сар шудааст. вақте ки мо омадем ҷасад дар ҳамин ҷо хобида. болои фарш пур. алло малика, салом. ба ту як суроғам медиҳам, ба он ҷо омада метавонӣ? вақте ки омадӣ гап мезанем. тезтар интизорам. ин падари торикиҳо. хуб кофтукоб кун. боз ҳамон чиз. ташкилоти қаҳрамонони беном. писари балоҳо. инро бубина. то рафт аҷоиб шуда истодааст. оиди ин бача ягон гапе ҳаст. ба фикрам бо ӯ бозӣ карда истодаанд. боз дар борааш чиҳо медонед? хеле кам. саркамисари пешин будааст. аммо дар оянда шояд барои мо хатарнок шавад. барои хатарнок нашуданаш ягон чора дидан дар кор. ягон нақша доред? ғамашро нахӯред сардор. кайҳо нақша кашида шудааст. ҳатто бачаҳо корро ин замонҳо бояд тамом кунанд. ҷавонони ватанро хӯрда нобуд мекунанд. мисли худашон сарсақ шуда мебарояд. акнун мо ҳастем сардор. рост гуфтӣ. акнун мо ҳастем. من در نزد دفتر هستم. چیکار کنم؟ هیچ چیز نه. حالا ایستام اونجا. همه چیز تیار است. همه چیز تیار. خوب شده است. تا آمدن من اونجا انتظار شو. فهمیدم. برادر ایستا. با ما میروی. خاموش باش. آواز از آن با ما میروی. شما کی هستید؟ از من چی میخواهید شما؟ نقاب هایتان را کشید تا شما را ببینم. ما گرکادن برای تو آمده. فهمیدم. اینش را فهمیدم. لیکن شما کی هستید؟ کی هستید شما؟ خب کن دمت را گیر. چی؟
این کار که شد؟ دیروز شب کی کرد معلوم نیست. هنوز نی. اما این سهر جسد فاروق و هلدون رو یافتیم. همه‌شون رو یخی کشتن. تعزیه بیان میکنم. جواب این رو میدهند. پدر جان، پدر. کس خلیفه رو رفته. کس گفتم خیز را گرد. خیز تابوت ابله از بام افتاد گردن ما بشکند. چی شما مرا زنده به زنده به گور میسپارید؟ مطراگیز گفتم. نباشد گوش کنید. 2 رکعت نماز خوانم. گوش کن. 1 دقیقه گوش کن. اکا من میدانید خصلت های بسیار عجایبی دارم. من بسیار میترسم. ترسوام. همراه شما بر این آدم ها بسیار میترسم. میدانید یا نه؟ گوش کنید. من 1 دقیقه گوش کنید. 1 دقیقه. یگان چراغ مراغ ندارید؟ آخر اینجا تاریک می شود. با من چراغ در کار می شود برادران. چراغ در کار. با اون چراغ ده. تشکر برادر دلسوز من. این چراغتون باتری دارد؟ برادر باتری دارد یا نه؟ اوه ملکه خانم این خیلی عجیب است. اگر زحمت نشود کلیدی 13 و 14 را با من درست کن. چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ پدرم رو کی کشت؟ چی پدرت برد؟ توی رو کشتی. دیوانگی نکن ملکه. گیر از نظرم این را. گیر این را. اگر نگویی میپرونم. ایستا. پدرم رو کی کشت گفتم. اویستا سرم درد میکند. برادر گوش کن. الو برادر من چخیر نفس میکشم. گوام رو گوش کن. باز در سرم تق تق میزند. الو من با کی بگویم؟ برادر. ای خدای دیوانه میشوم. آخر در کدام عصر زندگی میکنیم؟ نخواد که در همین زمان انسان رو زنده بازیده گرانه. برادر آخر آدم بر این میکشتید بعد میگراندید. الو نبیشانید اویستا. برادر. برادر ولی بیا دست برادر. این را بینا در عصر 21 آدم رو زنده بازیده میگرانه. من با کی بگویم؟ الو من با کی بگویم؟ من این شوخی رو دوست نمیدارم. برادر اویستا. برادر با کی بگویم؟ الو خدایا این الان خراب برادر عاقبت کارت رو کردی ها؟ حامیان فیلم در مرکز پرودیوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان و محرر غیور اشوری رستگان، مهندس ثبت آواز و تنظیم لطیف زوربیک، ترجمان الهام ظهوریان، راهبر گروه ایجادی
فرهادی صفا، پرودیوسر کامل جان صفا. بنقش ها آواز دادن فیروز کومن، آرتق قادر، ناظم ملیک، ملاحت بانو، نسای محمد جان، سلطان مراد بابا مراد، شهرت رحمت الله، دولت عبیدالله، نظیرمد موسی، دلربا بانو، صلاح الدین شکرو، زهره بانو، فرقت، مهر نسا، خوشنود و دیگران.